مراجعت من به مردم افغانستان و مردم ایران. برای چی؟ در هر مصیبتی که به سر ملت تاجیک می آید شما خاموش می ایستید. امروز اگر یک کودک تاجیک را ملتگرایان روس وحشیانه کشتند، این معنای آن را دارد که گناه این طفل معصوم تنها اقلیت دینی و نژادی داشتن او بود. امروز در تمام دنیا ملت افغان و ایرانی است که داننده چندین زبانهای خارجی هستید و اگر هر یک کدام شما با زبانهای خارجی یک استوری و یک ویدیویی آید به دین ستیزی و قومگرایی و نژاد پرستی ثبت کنید، ما میتوانیم این را به گوش دنیا رسانیم. اما متاسفانه از جانب شما و بلاگران مشهورتان یک همدردی که باعث تسلیت ما ملت تاجیک باشد ندیدیم. من منت نمیگذارم، اما چرا هر مصیبتی که به سر ملت افغان یا ایرانی می آید اولین نفران تاجیکان هستند که خون میگیرند و از شما حمایت میکنند. حتی تمام رسانه های تاجیکستان را پشتیبانی، حمایت و تسلیت و همدردی پر میکند. میدانید چرا؟ چون که ما شما را از خود میدانیم و هر یک درد و مصیبت شما را قسمت میکنیم. چون که ما میگوییم که ما فارس هستیم، آریایی هستیم و یک قوم هستیم. اما متاسفانه شرف به برادران ازبک، چچنی، داغستانی، قرقیز و قزاق که صدا بلند دارند و در این مصیبت بی‌طرف نیستند. تنها همین را گفتنیم که تاجیک من با امید خود باش.